اصلا داستان، اصلا این صندلی همش داستان رجیبی. آخری باری که روی صندلی نشستم گفتم بلند شم بگم من برشکست کردم. اینطور که دستشتم روی زانو بلند شدم و حرکت کردم، دم آینه دم در باغ رسیدم گفتم تو خب بلند شدی یه بار دیگه برو سمت هدف و اون یه بار هم شد و بعد از 17 سال نتیجه شدی باغاری. خب ببین مثلا من همین سر اسم باغ دیدی تقریبا 40 تا اسم انتخاب کردم. لوتوس انتخاب کرده بودم، باغ بالا انتخاب کرده بودم و بعد اینا هیچ تاش انتخاب نمیشد. آره گفتن چون منطقه ما قبول نمون. گفتم آقا شما این اسمایی که من نوشتم روی کاغذ انتخاب کنید، من رو انتخاب شما یه انتخابی میکنم که آریا هم یکیش بود. به هر حال ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن و آریا بودن و افتخار میکنم. آدم اصالت خودشو داشته باشه قشنگ. و شروع شد باغ آریا. بله آریا از سال 90 شروع شد و آریا من هر وقت توش داشتم کار میکردم به بچه‌ام گفتم هیچ وقت اینجا آشپزخونه نیست، آشپزی نیست، اینجا فقط عشق بازیه. شما باید عشق بازی کنید. اینقدر قشنگ عشق بازی کنید که هر کی عشق بازه دوره دو جمع شه. میگم هر وقتی سبزی میذاره تو بشقاب، سبزی وایستا مثل گل روز رو بشقاب وایسیده باشه. آخه من سبزی از بازار نمیخرم، کلا سبزی رو از تو باغش خودم میچینم. میگم تازه به تازه. اینقدر قشنگ عشق بازی کنید که هر کی عشق بازه دوره دو جمع شه.